سرخط خبرهای مهم. بازداشت سه پلیس قلبکی با گمان تمجوی و تجاوز. طلبی در بین مهاجران زیاد شده است. و نظرسنجی از وزیران و رئیسان کمیته ها کی را میشناسید؟ روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. شما برنامه نویدی بامدادی رو از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 25 نوامبر. در 9 ماه سال جاری در نتیجه سوختارها در تاجیکستان 17 نفر به هلاکت رسیده. به اموال دولتی و شخصی شهروندان 23 میلیون و 360 هزار سومانی ضرر رسیده است. سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کار داخلی با نشر این معلومات گفت در این مدت در تاجیکستان 985 حادثه سوختار به قید گرفته شده است که نظر به 9 ماه سال گذشته 132 حالت سوختار بیشتر است. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به این خدمات نوشته است که کارمندان آتش نشانی به مبلغ 684 میلیون و 677 هزار سومانی مال و ملک مردم را از سوختار نجات دادند. مقامات میگویند اکثر حادثه‌های سوختار محض از بی‌مسئولیتی، بی‌احتیاطی و رعایت نکردن قاعده‌های عادی به عمل می‌آیند. حادثه‌های سوختار همساله در بنا و انشاءات دولتی و خصوصی بازارها و مرکزهای خدمات رسانی و سودا رخ می‌دهند. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری سبب این حادثه‌ها شده است. مرگ شهروندان نیز در پی این سوختارها احیانا به قید گرفته می‌شود. در شهر دوشنبه 3 جوان را دستگیر کردند که خود را کارمندی مقامات معرفی کرده از شهروندان پول می‌ستانیدند. وزارت کار داخلی تاجیکستان در برنامه تحلیلی خود گزارش داد که دستگیر شده‌ها شبانه به راه برآمده رانندگان را منع و خود را کارمندی مقامات حفظی حقوق معرفی می‌کردند و در صورت یافتن کمبودی دست به تمجویی می‌زدند. از گمانبران عالم نظرف، کریمی موین حمزه‌زاده و شهرام یتیموف نام برده شده است که ساکنان ناحیه‌های شاه منصور و فردوسی پایتخت بودند. به غیر از این به گفته مقامات یکی از گمانبران به ناموس جوان دختر با تهدیدی به مقامات دسترس نمودن دست‌دروزی کرده است. طور گمانبران در این برنامه نقل کردن از این دختر با سبب نداشتن حجت رانندگی از صاحب ماشین که در پهلویش می‌نشست 950 سومانی مبلغ ستانیدند. علیم نظرف یکی از گمانبران نقل می‌کند که وقتی ماشین را به دیاگنوستیک بردند راننده را با ماشینش رها کرده دختر را تجاوز کردند. مقامات میگویند فعلا نسبت به دستگیر شدگان پرونده جنایی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. پلیس دوشنبه قبلا نیز از بازداشت چند نفر خبر داده بود که خود را کارمندی مقامات قدرتی معرفی کرده از شهروندان پول طلب کردند. در روسیه شمار جنایت‌های مربوط با تقلب حجت‌ها بین مهاجران افزوده است. وزارت کار داخلی روسیه میگوید این رقم در سال جاری از هر 5 یک حالت را تشکیل می‌دهد. الکسی گاساک نماینده خدمات مهاجرتی وزارت امور داخلی روسیه خبر داده است که شمار حادثه‌های آشکار شده با اتهام تقلبی، تهیه و فروش اسناد مهاجران در مقایسه با همین دوره سال گذشته 22% افزایش یافته است. به گفته او مهاجران کاری برای قانونی کردن بودوباش خود در روسیه بیشتر با ازدواج‌های قلبکی، فرزندخوانی و تقلب نتیجه‌های امتحان یگانه دولتی دست می‌زنند. همچنین وزارت کار داخلی روسیه در همکاری با خدمات مرزبانی بیش از 3000 حادثه ایواز کردن معلومات شخصی خارجی را برای وارد شدن به روسیه ثبت کردند. از اول سال به زیاده از 160 هزار شهروند خارجی اجازه داده نشده است که به روسیه وارد گردند. از این در 3000 حالت کوشش ورود با استفاده از معلومات تغییر یافته را به قید گرفتند. و در بخش نظرسنجی این نوبت ما از مردم پرسیدیم که در بین وزیران حکومت تاجیکستان آنها کی را میشناسند؟ آیا می توانند نام و وظیفه وزیر یا رئیس کمیته دولتی را نامبر کنند؟ پاسخ را یک جا میبینیم. وزیر را کی اجازه؟ جناب میشناسیم، رستم میشناسیم. و پیشیناش میشناسیم که عبیدالله پدرمایا بوده. مثلا میدونید که وزیر معارف کی است؟ وزیر تندرستی کی است میدونید؟
نمیدونم. خور افتیدگی نیست خدا هیچ کاری نشون نده. خور افتیدگی نیست برای هوا. خور که افتید بعد میره همه چیز یک وزیری همه چیز میفهمی نامش فهمیدش. هوای خوبی بسیارن البته نغزن. بیان آخه مسئلهات که ببینید چون خیلی تلویزیون هم میبینیمشون میشناسیم. خیلی خاموشو میکنیم اما اون که امروز دیگه نه ما وقت میبینیم کجا وزیر رو دیگه بسیار کسان هم میشناسم. وزیر تندرستی، وزیر کارهای داخلی، وزیر رشد اقتصاد و سودا، وزیر معارف، وزیر کارهای داخلی محترم رمضان رحیمزاده همراه وزیر کارهای خارجی سیراج‌الدین مهریدین. من ایا امسال جنبی 22 مای در وطن ما ترک‌آباد من سربازی را میشناسم سلام کردم سیاه آدمی خوبه چی نام دارن؟ قاری رسول الله. خب چی گنرال این چیز کار میکرد این آدم همی خیلی خدمت کرد در ما حاتم شاهنم داره. خب با اینجا با چی مقامات های در ما خدمت کردن همش میدونیم میشناسیم. کی را میشناسید؟ ما این از قاری رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان و این یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان میشناسیم. وزیر معارف کی هستند؟ وزیر معارف ولی شاید درست نمیدونم. وزیر تندرستی؟ وزیر تندرستیش هم نمیدونم قیصر کار نداریم. رئیس کمیته ها در تاجیکستان کی را میشناسید؟ حالا که خانشین هستم اون قدر نقض زیاد ندارم. اول کی را میشناختید؟ وزیر تندرستی هم میشناختم نسیم خواجه‌ایف بودن. با فکر شما بسیاری ها در تاجیکستان چرا نام وزیران رو نمیدونن؟ برای اینکه سر و کار که نمیکنیم شاید فعالیت کاری ما دیگر باشد. وقتی که کار میکنی ممکن برای همون باید زیادتر میکنی. وقتی که کار نمیکنی من فکرم که در بین مردم خوب فعالیت نکردن خودی همون وزیران که مردم رو خودشون شناسایی نمیکنن و در کابینت شتابی کی میدونه و کی چیه. باید که دانیم هر یک تایم ما باید دانیم که وزیر تندرستی کی است وزیر پرکاتور گنرالی کی است که دیگرش بی پروایی میکنیم از خفای کار از خفای دیگر چیز. بیننده های عزیز شما کی را میشناسید؟ چرا به نظرتان بسیاری ها نام وزیران را نمیدانند؟ با ما نویسید. سرانده تاجیک زلیخا ممشویوا که در برابر هنرمندی به صاحبکاری نیز مشغول است در پیامی در صفحه اینستاگرامی خود از مسئولان کمیته انداز تاجیکستان خواهش کرده است تا امکان دهند که مردم فعالیت صاحبکاری خود را پیش برند. به نوشته او صاحبکاران سری وقت مبلغ انداز خود را می سپارند ولی بعضی نماینده های این نهاد عیبجویی می کنند و آنها را آرام نمی گذارند. او تاکید کرده است که نمیداند به کجا مراجعت کند و اظهار امیدواری کرده است که بعد نوشته او مقامات در این مسئله با انصاف صحبت می کنند. زلیخا در ادامه از تاکیدهای رئیس جمهور امام علی رحمان نیز یادآوری کرده نوشته است که به جوانان و صاحبکاران امکانیت داده شود. در گذشته نیز صاحبکاران بارها از گرانی مالیات و تفتیش‌های پی در پی شکایت کردند. به گزارش آژانس آمار تاجیکستان از 810,000 شرکت و صاحبکاری انفرادی که در روزنامه یگانه کمیته انداز ثبت شدند زیاده از 400,000 آنها فعالیت را بس کردند. برخی صاحبکاران از دخالت به کارشان و توجه نشدن به مشکلشان صحبت می کنند که باعثی از کار ماندن شرکت و کارخانه آنها گشته است. در قرقیزستان 10 نفر را با گمان آمادگی به تشکیل به‌ترتیبی‌های عمومی دستگیر کردند که در بین آنها پسر و چند از شریکان رئیس جمهوری سابق الماسبک اتنبایف نیز هستند. با گفته مفتشان بازداشت شده ها نیت داشتند پس از اعلان نتیجه های انتخابات اول در جنوب و سپس در شهر بیشکک و منطقه های دیگر قرقیزستان یک سلسله گردی همایی را تشکیل کنند. نقشه آنها مصادره احتمالی بناهای مأموری، شبکه‌های تلویزیونی، انشاءات نیروهای امنیتی، اسلحه و مؤسسه‌های اصلاحی را در بر می‌گرفت. گفته شده است در بیانیه رسمی.
مادر تیمیلان سلطانبیکов راهبر حزب سوسیال دموکرات و یکی از بازداشت‌شده‌ها گفته است هنگام کوفت و کوب در خانه آنها به فرق از عکس و نوارهایی که وزارت کارهای داخلی پهنان نشر کرد چیزی یافت نشده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 25 نوامبر خبر می‌دهد. بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در هیئت ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویک‌های تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش‌های افکاری عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده‌های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزار آنها در عائله می‌شود. 25 نوامبر سال 1887 دانشمند برجسته رستنی شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکولای واویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهم دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیادی انجام داده است. از جمله واویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیر تاجیکستان دانه‌های نرم گندم و نسکو نخود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد مرگ استالین بیگناه اعلام شده است. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 118 سومانی، 100 یورو با 1072 سومانی و 100 دلار 929 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، این قربی مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجاری تاجیکستان فرق می‌کند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اگر نظر و پیشنهادی دارید برایمون نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت. خدا نگهدار.